خب دوستان اصلا خدمت شما که وقتی اومدید داخل درایو تست بیز من دوربین برید نزدیک. وقتی اومدید داخل درایو تست این گواهینامه‌تون رو برمی‌دارید، یا به صورت موقت کاغذی هستش، یا هم اصلا خدمت شما که به قول گفتنی گواهینامه کارتی هستش. شماره گواهینامه‌تون رو اصلا خدمت شما که وارد می‌کنید اینجا، با حروف شروع میشه، مثلا با حروف دی، جی، هر چی اولین حروفش رو میزنید. بعد اینجا قشنگ بیار نزدیکتر خواهشم. آها اونجوری، مرسی. قشنگ شماره ها رو میزنید. اصلا شماره رو اینا که وارد کردی، حروفی که وارد کردی، خودش بعد از که شماره گواهینامه درست وارد کردی، اگر یه جایی رو اشتباه بزنی، این بک اسپیس رو که بزنی یه دونه حروف پاک میشه، ولی این کلیر رو که بزنی همش پاک میشه. اوکی؟ اگر یکی دو تا رو اشتباه زدی، این بک اسپیس رو که بزنی، اون شماره که اشتباه زدی رو دوباره تصریح می‌کنی اینجا و میزنی. درست اگه وارد کنی، صفحه بعدی از اون خدمت شما که این نوشته میادش. این نوشته میاد که بله شما رود تستتون شما در تاریخ فلان، اینا تاریخ فلان و ساعت فلان هستش. اینجا نوع امتحانتون رو میگه، حالا جی تو یا جی، و اصلا خدمت شما که اینجا ساعت رو میگه، و از طرف دیگه هم لوکیشن رو میگه، حالا نیو مارکت، مترویست، دانسویو. چند تا از کارآموزی من اشتباهی اصلا خدمت شما که این کارا انجام دادن، مترویست بوده اومده دانسویو، و زدی که شما نه اشتباه دارید انجام، یعنی شما محل امتحان جای دیگه ای بوده. وقتی که درست هستش این تیکو میزنید. اصلا خدمت شما که من ماژیک رو بردارم، این تیکو میزنی، این تیکو که زدی نکست رو میزنید، میرید صفحه بعدی. صفحه بعدی که اومدید، اینی که دارم میگم برای جی هست و از شما سوال میکنه، برمیگرده میگه که آیا عینک استفاده میکنی، آیا لنز استفاده میکنی. اگر عینک میزنید یا ایکس خورده تو گواهینامه‌تون، عرض کنم خدمت شما که میزنی یس. در صورتی که ایکس تو گواهینامه‌تون نخورده، حتی که عینک هم میزنید بزنید یس، وقتی ایکس نخورده باشه دچار دردسر میشید، اگزمینر میاد و شاید از شما امتحان نگیره. اوکی؟ با گواهینامه‌تون اینو بزنید که آیا عینک استفاده میکنید یا نه. اگر هم لنز استفاده میکنید، عینک رو همراهتون باشه، به اگزمینر بگید که بله من عینک میزنم ولی الان توشش هم لنزه، هیچ موردی نداره. سوال بعدی رو 100% نو رو بزنید. سوال بعدی 100% نو رو بزنید. چرا؟ چون برمیگردیم که شما مشکل فیزیکی داری، مشکل قند داری، باید که انسولین و اینجور صحبت رو به خودت تزریق کنید. اینو اگه یس بزنید شاید امتحانتون رو کنسل کنه، مگر حالا خدای نکرده فلج مادرزادی باشید یا رو ویلچر باشید، یا واقعا یه قسمت از بدنتون یکی از اعضای عضو بدنتون مشکل داشته باشه، یس رو میزنید، ولی معمولا نو رو میزنن، باید نو رو بزنید. بعد میری نکست رو که زدی، بازم میگم این برای امتحان جی هست، امتحان جی تو یه کوچولو فرق داره با این. سوالی که از شما میکنه، میگه که 80 کیلومتر چند دفعه رفتی؟ اینهاشش میگه توی هایوی 80 کیلومتر چند دفعه رفتی. شماره مختلفی میزنن، زیر 25 تا نزنید. اگر احتمالاً اشتباه زدید، این بک اسپیس رو که بزنید پاک میشه، دوباره میزنید و تو اینجا شماره 25 زده میشه. اونایی که انگلیسیشون خوب نیست، من معمولا همه رو توصیه میکنم 25 بزنن که یه عددی هستش، نه پایینه نه هم زیاد بالا هستش. اینه که نکست رو که بزنید میره صفحه بعدی. صفحه بعدی برمیگرده میگه که هایوی سری 400، هایوی که سری 400 شما باید 100 تا بدی. میگه هایوی سری 400 چند دفعه رفتی؟ اینم دوباره همین 25 دفعه میزنید. توجه کنید دارم چی میگم، 25 بزنید. اگر اشتباه زدید با این بک اسپیس پاکش کنید، یا اگر شماره ها خاموشن بک اسپیس رو بزنید، شماره ها روشن میشه. شماره 25 رو بزنی، از اون خدمت شما که اینجا میادش که برای شما 25 دفعه رفتید. بعد دوباره نکست رو میزنی، صفحه بعدی میاد. صفحه بعدی که اومد برمیگرده به شما میگه که حداقل سرعتی که بودی زیر 5 بوده، یا بین 5 و 15 بوده، یا اوور 15 بالای 15 تا بوده. شما همین اوور 15 رو میزنید، یعنی گزینه 3 رو میزنید. گزینه 3 رو که زدی میری صفحه بعدی. صفحه بعدی که رفتی، اگه یادتون باشه گفتم یه عکس از شماره پلاک و شماره پارکینگتون میگیرید. اوکی؟ اون عکسی که از شماره پلاک و پارکینگ گرفتی رو با خودت میاری، بازش میکنی تو گالریت. بعدش هم 4 تا دونه مستطیل اول نوع ماشین رو میخواد. ماشینتون چیه؟ نیسانه، تویوتا، شولت، مازدا. دیگه اون قسمت دومش رو نمیخواد، مثلا مازدا تیری نمیخواد، فقط مازدا. یا مثلا تویوتا یاریس نمیخواد، فقط تویوتا راف4 نه، فقط تویوتا. مارک ماشین تویوتا، شولت، آودی،
میتسوبیشی، هر چی که هستش. مستطیل دوم شماره پلاک رو میزنی. شماره پلاکی که اینجا خودت اینجور بزنی به ترتیب اول حروف هستش، بعد حروف از اون خدمت شما که یه دونه هستش برای عدده، اون رو که بزنی عدد روشن میشه، عدد رو میزنی. بعد میری مستطیل بعدی رو با انگوش میزنی، رنگتون هم از اون خدمت شما که انجام میدی میزنی. مثلا توسیه، مثلا توسیه، مثلا روشنه، همون توسی میزنی، گری میزنی، نمی‌نویسی گری لایت فلان و اینا. شماره بعدی هم همون شماره پارکینگ که به شما گفتم، همینش که می‌بینید اینجا نوشته location of vehicle or parking spot. اسپات شماره چنده. بعدی رو میزنی، هر کدوم که دیدی که چیز شده اشتباه زدی، با این بک اسپیس اینا یه دونه پاک میشه، با این کلیر همش پاک میشه. بعد درستش رو میزنی. این کپس لاک هم که حروف بزرگ میزنه واسه. anyway تموم که شد میزنی نکست. صفحه بعدی که بیاد اینجا برمیگره به شما، میگه که بله من از خدمت شما که اینا رو درست انجام دادم. به شما میگه شما یه دونه تیکت میگیری و میری تو ماشینت منتظر میشی. این تیکو میزنی، میگی بله و به شما یه دستگاه یه شماره میده، اون شماره رو میگیری و از خدمت شما که میری داخل ماشین میشینی تا اگزمینر بیاد از شما امتحان بگیره. موردی که وجود داره برای G2 دوستان فقط این مسائل هایوی رو نداره. یعنی کدوم نداره؟ حالا من به شما دونه دونه میگم. برای G2 یه دونه مینیمم سرعت رو نداره، اینو نداره. برای G2 بیزمت اینو بگیرید، اینو برای G2 نداره، اینم نداره که چند دفعه هایوی 400 رفتی و اینم نداره که چند دفعه 80 کیلومتر رفتی. دقیقاً از اون خدمت شما که این موارد رو داره. برای G2 دوباره تکرار میکنم. پس یه دونه شد بیزمت بیارید رو این. برای G2 یه دونه شد شماره گواهینامه رو میزنی برای G2. اوکی؟ بعد از اینکه شماره گواهینامه رو زدی، صفحه بعدی میگه که بله شما فلان ساعت، فلان روز، فلان جا امتحانتونه، لوکیشن اینو همه رو میگه. بعد از اینکه اینو زدی، بعد برمیگرده میگه که آیا عینک یا لنز اینو استفاده میکنی، که جواب میدی یس و نو. دومی رو 100% نو رو میزنی هر طور شده. اینو که زدی، صفحه بعدی مشخصات ماشین رو میگه که همه رو به شما توضیح دادم. بعدش نکست رو که میزنی، صفحه بعدی میگه که بله ما به شما یه شماره میدیم، برید تو ماشین منتظر بشید تا اگزمینر بیاد. تیکو میزنی و شماره رو میگیری. خب دوستان من یه مسئله رو به شما توضیح بدم. خیلی که نه، سری از مربی‌ها تک و توک توشون پیدا میشه، برمیگردن میگن که آره نه چون ماشین مثلا بیمه نیست اذیت میکنن، در صورتی که خیلی از افراد خودتون هم میشناسین با ماشین افراد خانواده‌شون یا با ماشین دوستاشون میرن امتحان میدن. یا مثلا یه سری مربی‌ها میگن نه دوال بریک نباشه اگزمینر ازت چیز به چپ چپ نگاه میکنه. نه این خبرا نیستش. ببینید شما ماشینتون اگه سالم باشه، هیچ گونه عیبی نداشته باشه، به راحتی میتونید ماشینتون رو ببرید امتحان. و در رابطه با اینکه بیمه آموزش رانندگی باید باشه، بالای ماشین اگر تابلو نباشه اگزمینر چپ چپ نگاه میکنه فلان، اینا همه اینا دروغه. من هیچ کنشو باور ندارم. شما دو تا خطا دارید تو امتحانتون، خطای میجر دارید، مینر دارید که اونها رو بعدا تو ویدیوی بعدی توضیح میدم. خیلی خلاصه وارانه بگم که وقتی نیوکامر میاد خب معمولا از نظر مالی تو وضعیتی خیلی خوبی قرار نداره. شما هم میتونید از آموزشگاه استفاده کنید، آموزش رانندگی، ماشین اسکول درایوینگ استفاده کنید برای امتحانتون، از اونها ماشین اجاره کنید. ولی خب چون معمولا قیمت و بالا هست بنا به دلایلی، میتونید از ماشین دوستتون استفاده کنید که معقول به صرف هستش. بازم تکرار میکنم، شکستگی توی شیشه، آینه و تو چراغا نباید باشه، لامپاتون سالم باشه، لاستیکاتون صاف باشه، لاستیکتون از کنم خدمت شما که منظورتون صاف نباشه، آج داشته باشه، میاد لاستیکا رو نگاه میکنه و اگر ببینید لاستیکتون صافه امتحان نمیگیره. داخل ماشینتون ابزارالات و یا مثلا چیزای اضافه زیاد نباشه، شلوغ پلوغ نباشه. اگه ببینید داخل ماشین صندلی عقب خیلی شلوغ پلوغ امتحان نمیگیره. و مورد دیگه صندلی قسمتی که اگزمینر میخواد بشینه خیس نباشه. عرض کنم که اصالت استاندارد اگه خارج باشه نمیشینه، امتحان نمیگیره. و حتی اگزمینر دیگه هم صدا میکنه، اونم تایید کنن بله این ماشین قابل امتحان گرفتن نیست. این مسئله رو رعایت کنید، خیلی راحت اگزمینر میاد و از شما امتحان میگیره. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که سلامت باشید و از ویدیوی من نهایت استفاده رو ببرید. من ساعتی $35 میگیرم و برای اجاره ماشینم که اگه بخواید ماشین منو اجاره کنید $90 میگیرم. به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. مرسی.